این ویتامین به معنای فکر کردن به چیزهایی جدای از اون چه در اطرافمون در واقعیت وجود دارن هستش. این رویا پردازی از وضعیت درونی ما و احساسات و ایده هامون میاد. حالا این رویا پردازی چون با نقص تمرکز و توجه مرتبطه، برای ما چیز بدی جا افتاده. اما در واقع رویا پردازی در زمان صحیح و جای صحیح و به شکل صحیح و به میزان صحیح اتفاقاً خیلی هم کارآمده. دانشمندانی که روی خواب مطالعه میکنن باور دارن رویا پردازی باعث پردازش بهتر احساسات ما طی فرایند خواب دیدن میشه. حالا اگه این پروسه حذف بشه، یعنی رویا پردازی نکنیم و پردازش احساساتمون برای خواب دیدن کاهش پیدا بکنه، میتونه کیفیت خواب ما رو کاهش بده و نهایتاً منجر به خستگی عمومی و یا مشکلات احساسی بشه.